سلام، یک بار برای همیشه در مورد فیلم تیتی و تمام محصولات سینما، تلویزیون و سایر رسانه‌های فارسی که توشون شخصیت‌هایی به زبان گیلکی یا با لهجه گیلکی صحبت میکنن. خیلی دوست داشتم این پست رو به زبان مادریم یعنی زبان گیلکی بذارم، ولی از اونجایی که گفتم شاید این پست دست به دست بشه و به دست عوامل تولید کننده فیلم برسه، بهتر دونستم که این پست رو به زبان فارسی بذارم تا اونا متوجه نقد ما و نظر ما بشن. قبل از هر چیز لازم میدونم که بگم اکثریت گیلک ها هم مثل اکثریت مردم ایران زبان فارسی رو دوست دارن و افتخار میکنن که روی زبانی تسلط دارن که شاعران بزرگی مثل مولانا و سعدی و حافظ داره. جدا از مباحث فنی از قبیل فیلمنامه، کارگردانی، طراحی لباس، طراحی صحنه، بازی‌ها و چیزهای دیگه‌ای که به اهالی فن سینما مربوطه، یه بحث دیگه‌ای وجود داره و اون تأثیری است که یک مسئول رسانه‌ای میتونه روی پیش‌فرض‌های ذهنی مخاطب خودش در مورد فرهنگ و لایف استایل مردمی که تو منطقه مورد نظر زندگی میکنن بذاره. به عنوان مثال فیلم 300 تصوراتی راجع به ایرانی‌های دوره هخامنشیان به مخاطبینش که همه جهانیان هستن میده که برای مخاطبی که شناختی روی سوژه نداره میتونه تنها منبع شکل‌دهی ذهنیتش در مورد اون موضوع باشه و این یعنی بخشی از مسئولیت قضاوت‌های نادرست در مورد ایرانیان که قرار بعد و تحت تاثیر این فیلم در مورد ایرانی‌ها بشه به عهده تیم سازنده است. حالا اگه یه فیلم یا همه محصولات رسانه‌ای کشوری کسایی رو که به زبان و یا لهجه خاص صحبت میکنن رو در نقش‌های خاصی مثل نوکر، کلفت، سرایدار، آبدارچی و با صفات بدی مثل هرزه، لوده، کم عقل، بی‌غیرت، توسریخور، بدلباز یا سطح پایین نشون بدن، بدیهیه که مخاطب کم کم فکر میکنه این زبان مختص اون تیپ آدماست و این به مرور موجب ایجاد شرم در متکلمین اون زبان و فرارشون از اون زبان و لهجه میشه. چون فکر میکنن اگه به این زبان صحبت کنن، ناخودآگاه مخاطبشون فکر میکنه که اونها هم همچین شخصیتی دارن. بذار براتون یه خاطره تعریف کنم. یه روز دیدم که توی دعوای کودکانه بین یک پسر مسافر و یک کودک گیلک، کودک مسافر در مقابل حرفایی که پسر گیلک به فارسی و با لهجه گیلکی و البته با عصبانیت میزد، خندش میگرفت. به نظر شما آیا اون کودک فارسی زبان مقصر بود؟ به نظر من که اصلا اینطور نیست. اون کودک احتمالاً همیشه توی رسانه‌ها دیده بود که این لهجه و زبان مختص آدمای لوده و داغون بوده و اون خنده به احتمال زیاد واکنش ناخودآگاه ذهن اون کودک در مقابل شنیدن لهجه‌ایه که اون به عنوان لهجه آدمای لوده و داغون میشناخته. حالا تأثیر این اتفاق روی ذهن کودک بومی چیه؟ احتمالاً با خودش میگه برای اینکه جدی‌تر به نظر برسم و مسخره نشم، باید اول از شر این لهجه لعنتی خلاص بشم. این دقیقاً کاریه که میدیای فارسی مستقل از حکومت‌ها از زمان میری رشتی و حتی پیش از اون با زبان گیلکی و متکلمینش کرده. و این کلیشه معیوب هنوز هم داره استفاده میشه. حتی در تنها شبکه گیلک زبان جهان، شبکه باران. این کار نوعی جنایت فرهنگیه و معادل با بدترین انواع نژاد پرستی، یعنی تغییر سیستماتیک زبان و آسیمیلاسیون. شاید براتون عجیب باشه اگه بشنوید در کل محصولات رسانه‌ای تاریخ رسانه‌های تصویری ایران، جز کاراکتر خانم تسلیمی در فیلم باشو و چند نمونه دیگه که تعدادشون از تعداد انگشته یک دست تجاوز نمی‌کنه، تقریباً هیچ نمونه‌ای وجود نداره که کسی به زبان گیلکی یا با لهجه گیلکی صحبت کنه و یکی از صفاتی که بهشون اشاره کردم رو نداشته باشه. اگه فکر می‌کنید نیازه که کارگردان فیلم تیتی و سایر این مدل محصولات این پست رو ببینن، نشرش بدید.